ارتشی خوشتیپ درجه یک اهل اردبیل که تینی تومانه سکنه دا گردین آینای تینی تومانه سکنه دا گردین آینای اوی نبویو نمیانه محسن مو دیوونه خدا رحمت کنه شیرعلی صمدی پدر ناخدا خدا رحمت کنه شیرعلی بله مادرشون هم فکر کنم قس خانم بودن درسته یه دست برای قس خانم ای خدا محسن جان یه کتاب دارن کتاب شهری که خرم ماند ما 10 بار خوندم کتاب ناخدا چقدر قشنگه آفرین ناخدا از چتربازای خیلی قدیمی هن چترباز درجه 3 کامل خفن خیلی واقعا دست داره واقعا جناب خان ممنونم که اومدی کمکم و این اطلاعاتو داری بهم میدی واقعا ممنونم جونم ما یه مدتی از ناخدا پارچه میخریدم چی؟ پارچه میخریدی؟ بله ناخدا یه مغازه پارچه فروشی داشتن تو بازار تو کوچه حمامچال سرای روحی راست میگه؟